ارزش افزوده خرید و پرداخت کردی، اعتبارش هم نمیتونی استفاده کنی، به خاطر اینکه نمیدونستی نقد و نسیه رو باید به چه صورت ثبت کنی. بیا واسه توضیح بدم چیکار کنی. راجع به صورت حساب‌های نقد و نسیه یه سری سوالاتی هست که همکاران عزیز داشتن و مشکلاتی که برای دوره زمستان 1402 برای اظهارنامه ارزش افزوده پیش اومد. اینو خواستم در قالب یه ویدیوی آموزشی خدمت شما بگم، نکاتش رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، شما اگر صورت حساب رو به صورت نقد ارسال کردین، این صورت حساب نقد به محض اینکه ثبت در سامانه میشه، برای اون دوره مالیاتی بر اساس تاریخ صدور صورت حساب به عنوان بدهی واسه فروشنده لحاظ میشه. صورت حساب نقدی برای فروشنده به عنوان بدهی لحاظ میشه، این بدهی واسش لحاظ میشه. برای خریدار بعد از اینکه تایید بشه توسط خریدار یا تایید سیستمی بشه به عنوان اعتبار لحاظ میشه اگر صورت حساب به صورت نقد باشه. پس من باید این توسط خریدار یا تایید سیستمی شده باشه که به عنوان اعتبار واسه خریدار بخواد لحاظ بشه. حالا اگر این صورت حساب به صورت نسیه بوده باشه که خیلی از همکارا سر این چالش داشتن، صورت حسابی که به صورت نسیه صادر میشه، وضعیت صورت حساب مهمه. ما وضعیت صورت حساب یا در انتظار واکنش هست یا تایید میشه. تایید سیستمی فرقی نمیکنه، هر دوتا یه حالت رو دارن. در انتظار واکنش وقتی باشه صورت حساب نسیه، برای فروشنده به عنوان بدهی و نقدی لحاظ میشه. یعنی چی؟ یعنی من صورت حسابی صادر کردم به تاریخ بالفرض مثلا تاریخ صدور صورت حسابم 28/12/1402 بود، تاریخ صدور صورت حساب. 10/1/1403 درج در کارپوشه شد. تا 1 ماه فرصت هست بهش واکنش نشون بدن یا تایید سیستمی بشه. در تاریخ 30 فروردین این در حالت در انتظار واکنش مونده بود. وقتی در تاریخ 30 فروردین در انتظار واکنش هست، یعنی خریدار هنوز اینو تایید نکرده. برای فروشنده به منزله صورت حساب نقدی لحاظ میشه، چون سازمان میگه شما به عنوان فروشنده اومدی ادعا کردی که این فروش رو انجام دادی به صورت نسیه، خریدارت هنوز تایید نکرده. من چون تایید نکرده این فروش رو ازت میپذیرم، ولی بدهی ارزش افزوده رو واسط لحاظ میکنم، یعنی به صورت نقد ازت این رو به عنوان صورت حساب نقدی ازت قبول میکنم. اینجا میاد برای شما در فصل بهار به عنوان در فصل زمستان به عنوان صورت حساب نقدی لحاظ شد. الان چه اتفاقی افتاد؟ بعد از اینکه صورت حساب نسیه شما در تاریخ 10 اردیبهشت تایید سیستمی شد، این صورت حساب در تاریخ 10 اردیبهشت اومد تایید سیستمی شد. شما برای اظهارنامه زمستان برای فروشنده این به صورت نقدی لحاظ شده بود، در صورتی که 10 اردیبهشت اومد نسیهش تایید شد. خب چه اتفاقی باید بیفته؟ باید بیاد در اظهارنامه بهار به شرط اینکه هنوز نسیه مونده باشه به صورت نسیه برای فروشنده لحاظ بشه. یعنی بدهی که ایجاد شد واسش تو زمستان در بهار باید این اعتبارش براش برگرده. یه اتفاق دیگه ای که حالا این حالتی که گفتم به صورت چیز هست رو خدمت شما بگم.
خب یه مورد دیگه ای که اتفاق میفته این که صورت حساب نسیه که زدین روالهای پرداختش به چه صورت هست. من اگر صورت حساب نسیه ای ثبت کرده باشم به عنوان نمونه همون 28/12 صورت حساب نسیه ثبت شد. 28/12 صورت حساب نسیه ثبت شد. تاریخ صدور صورت حساب در تاریخ 15 اردیبهشت فرض کنین که خریدار یه مبلغی از پول رو به فروشنده پرداخت کرد. ما مبلغ صورت حساب آمد 10 میلیون ریال بود. در تاریخ 15/2/1403 ثبت پرداخت انجام شد به مبلغ چقدر؟ 5 میلیون ریال. 5 میلیون ریال مبلغ پرداختی توسط خریدار انجام شد. بعد از اینکه ثبت پرداخت انجام میشه، ثبت پرداخت تو اطلاعات پرداخت هم میتونه توسط خریدار صورت بگیره هم توسط فروشنده. این نکته خیلی مهمه، اینو دوستان توجه داشته باشین. ثبت پرداخت اگر توسط فروشنده صورت بگیره یا خریدار چه حالتی باید باشه؟ حتما باید طرف حساب تایید بکنه. من خریدار اومدم گفتم که پولی رو 5 میلیون ریال رو به فروشنده پرداخت کردم. طرف حساب من که فروشنده هست باید تایید بکنه. اگر فروشنده بیاد ادعا بکنه که من این مبلغ رو دریافت کردم، خریدار باید تایید بکنه. تا کی زمان تاییدش هست؟ زمان تاییدش، مهلت تایید ما در ثبت اطلاعات پرداخت چیزی به نام تایید سیستمی نداریم، یا رد یا تایید دستی. تایید زمان مهلتش تا 1 ماه بعد از پایان دوره یا فصل. اگر من در 15 اردیبهشت ثبت کردم، خریدار من واکنش نشون نداد، پایان دوره بهار من میشه 31 خرداد، 1 ماه بعدش، یعنی تا پایان تیر ماه فرصت هست که خریدار یا حالا اگر خریدار ثبت کرد فروشنده بیاد واکنش نشون بده. اگر واکنش نشون نداد از حالت در انتظار واکنش به حالت عدم امکان واکنش در میاد که بعد از اون دیگه نمیتونه واکنش نشون بده، باید بیاد مجدد اون شخصی که اطلاعات پرداخت رو ثبت کرد اون اطلاعات رو حذف کنه و اطلاعات جدید ثبت کنه. اگر فروشنده اطلاعات رو ثبت کرد، خریدار تایید کرد، خب برای فروشنده بدهی و برای خریدار اعتبار لحاظ میشه. فرض میکنم مثلا در تاریخ 20/3/1403 تایید شد. این بدهی و این اعتبار واسه دو طرف لحاظ میشه. خب حالا فرض کنین تایید صورت نگرفت توسط خریدار، نه بدهی داریم نه اعتبار. چی میشه؟ در پایان برج 3 البته در پایان در 31/4/1403 امکان واکنش هست، عدم امکان میشه. ثبت پرداخت توسط فروشنده باشه، زمانش وقتی بگذره بدهی واسه فروشنده لحاظ میشه، بدهی براش لحاظ میشه. چرا؟ چون من فروشنده گفتم پول گرفتم، یعنی خودم دارم ادعا میکنم که این پول رو دریافت کردم، پس باید بدهی واسه من ثبت باشه. این بدهی واسه فروشنده ثبت میشه اگه توسط فروشنده باشه، ولی اعتبار تعلق نمیگیره. اعتبار برای کیه؟ برای خریداره. اعتبار تعلق نمیگیره، این اعتبار تعلق نگرفته. اگه توسط خریدار ثبت شده باشه، اطلاعات پرداخت توسط خریدار اگر ثبت شده باشه، چون خریدار داره ادعا میکنه و شاید فروشنده پول رو
دریافت نکرده باشه بدهی و اعتبار هیچ کدوم لحاظ نمیشه. ما نه بدهی داریم نه اعتبار داریم. به صورت خلاصه اینجوری میشه گفت بدهی موقعی که فروشنده ثبت کنه همون لحظه لحاظ میشه، نیاز به تایید خریدار نیست. ولی اعتبار رو چون سازمان میخواد به خریدار بده، میگه هر کدوم اگر از طرفین اگر ادعا کردن که این مبلغ میخواد لحاظ بشه، اعتبار باید طرف مقابل تایید کرده باشه. فروشنده اگر ثبت کرده بدهی لحاظ میشه بدون تایید خریدار، حتی اگر باشه. برای بحث اعتبار باید هر دو طرف حتما تایید کرده باشن. این به صورت خلاصه گفتم این موضوع رو بگم. این توی اظهارنامه ارشفسوده تاثیرگذار هست این مواردی که گفتم. مطمئنا تو پست آموزشی که ما از روی خود اظهارنامه داریم آموزش میدیم، من نکته‌ای که اینجا گفتم رو یادآوری میکنم. شادی، سلامتی، آرامش همراه همیشگیتون. خدا نگهدار.